سیما بقیت فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان لا لقاء یوم الدین. جنگ و ستیز موضوع بحث ما. انسان از وقتی که خودش را میشناسد تا زمانی که از دنیا میخواد بره، یک میدان جنگ شبان و روزی و تا طول زمان براش وجود داره و این جنگ هم یا به شکست منجر میشه، شکست یک طرف، یا به پیروزی دیگر. آتش‌بس هم معنا نداره، یا جنگ یا غلبه و پیروزی. چی؟ جنگ بین انسان و نفس خودش. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک. دو، جنگ انسان با شیطان. انه لکم عدو مبین. قسم خورد فبعزتک لاغوینهم اجمعین. قسمم خورد خدایا چنان با این انسان می‌جنگم، اولاد آدم می‌جنگم که همه‌شون رو شکست بدم. یعنی او قسم خورد به قصد شکست وارد جنگ بشه، نه آتش بس، نه صلح، نه تمام کردن جنگ، به قصد شکست و نابودی انسان. سه، میدان جنگ با شیطان صفتا، پیروان شیطان، طاغوت. پس ما سه جبهه مقابل خودمون داریم. یک جبهه از درون، نفس. یک جبهه هم از بیرون، شیطان و پیروان شیطان، که قرآن از اونها تعبیر میکنه به طاغوت و نفاق. نفاق هم جز پیروانی که شیطان می باشد. سردسته منافقین که شیطان. خبر نداریم؟ قرآن میگه و قاسمهما، شیطان قسم دروغ خورد به آدم و حوا و بعد گفت من ناصح و خیرخواه شما هستم. منافق چیه؟ ظاهر یه حرفی میزنه، درونش چیزه دیگه. پس ما یک جبهه‌ای داریم مقابل خودمون، قسمم خوردن تا نابودی ما دست بردار نیستن. درست شد؟ اما از این طرف انسان اگر در جبهه حق قرار بگیرد، قرآن هم یه قشنگ میگه ان الذین آمنوا یجاهدون فی سبیل الله والذین کفروا یجاهدون فی سبیل طاغوت. یجاهدون صیغه چیه؟ مضارع است. مضارع داله بر چیه؟ استمرار. یعنی این جهاد فی سبیل الله و جهاد فی سبیل طاغوت همچنان ادامه داره. منتها کی در این جبهه پیروز میشه؟ بله، هر کس که از شرایط خوب برخوردار باشه. خدا وعده نداده است که آدمای ضعیف الایمان پیروز بشن. نه، میگه جبهه با چی بشه؟ قوی بشه. و اعد لهم ما استطعتم من قوة و من رباط ترهبون به عدو الله و عدوکم. درست شد؟ از هر لحظ باید جبهه اسلام قوی بوده باشد. اما یه چیز امروز میخوام از نظر قرآن براتون بگم، خیلی قشنگه، تحت عنوان تسبیحات و تسلیحات. تسبیحات و تسلیحات. غلبه با کدوم؟ بله، از نظر منطق قرآن میگه تسبیحات غلبه دارد بر تسلیحات. کسی که اهل تسبیح خدا، عبادت خدا باشد، اینها غلبه دارند
بر اونهایی که اهل تسلیحات قوی و مدرن باشند. درست شد؟ چند تا آیه بخوام با شاهد بیارم. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة. درست شد؟ اما پشترش میگه به اذن الله. کسی که مؤید به اذن خدا باشد، مؤید به تأییدات الهی باشه، گرچه عده و عدهشون کم باشد اما اینا غلبه دارد. آیه دیگر میفرماد که اگر شما اهل معنویت باشید 20 نفر انسان صابر غلبه میکند بر 200 نفر. هست یا نیست؟ اینا همه معناشه که تسبیحات غلبه دارد بر تسلیحات و آیات فراوانی که وجود دارد. درست شد؟ در جبهه دشمن شیطان میگه یک تیری داره، خیلی قشنگه، روایات میخونی قطعی تأمل کنی تعلیل. شیطان یه تیری داره، شما طرف مقابل اول چشمشو از کار بندازی، بله، طرف مقابل دیگه اون دفاع لازم رو نمیتونه، چون نمیبینه. شیطانم یکی از تیرهایی که داره مستقیم به چشم النظر سهم من سهام ابلیس. دقت کردی؟ نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطانه. یعنی چی؟ یعنی اگر جوان مؤمن دنبال شهوات بره، این دیگه تیر خورده شیطانه. این که نمیتونه در برابر شیطان بیسته. این کور میشه، یعنی کسی که اسیر شهوات بشه کر و کور میشه، یعنی نه دیگه صدای حق رو میشنود و نه حق رو میبینه. پس یکی از دامهای شیطان که میخواد جبهه حق و پیروان حق را زمین بزنه چیه؟ گرفتار کردن پیروان حق است به شهوات. چه شهواتی؟ به همه مراتبش. یه عده شهوت ریاست پیدا میکنه، بله؟ یه عده شهوت مال پیدا میکنه، یه عده شهوت شکم جان تیر داره. دقت کردی؟ اما ما هم از اون طرف تیری داریم برنده تر. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید که نماز جبهه باطل به آدم وقتی چشم کور بکنه بالاخره سر پاست، اما وقتی شما میگی من بینی یک شخص را به چی مانم دیگه هیچ توانی ندارد. درست شد؟ تسبیحات غلبه دارد بر تسبیحات. نماز بینی شیطان رو به خاک می‌بره. یعنی اگر کسی بخواد بر دشمن غلبه پیدا بکند، مهمترین راهش برقراری رابطه با کیه؟ خداست. به مصداق بارزش هم نمازه. درست شد؟ ما از امروز یه چند هفته میخواییم پیرامون یک نمازی که بینی شیطان رو به خاک میماله 4 تا سوال مهم مطرح کنیم. عزیزان، انشاءالله با جوانی که تو خونه داریم، با جوانای اجتماع سر و کار داریم، اهل تبلیغ هستیم، ولی اهل وعظ و خطاب هستیم، به 4 تا سوال عمده پیرامون سوال نماز مطرح است. 1. چه کنیم نماز ما صحیح باشه؟ طفلکی نماز میخونه، زحمت میکشه، اما نمازش صحیح نیست.
چرا؟ یا وضوش درست نمیگیره، یا غسلش درست انجام نمیده، یا تیممش درست انجام نمیده، یا واجبات نمازش رو بلد نیست، یا مبطلات نمازش رو بلد نیست. این نمازش صحیح نیست. پس اولی سوال نماز صحیح کدام نماز است؟ اما 3 سوال بسیار بسیار مهم دیگر وجود داره. یک، چه کار بکنیم نماز صحیح ما قبول بشه؟ اینات کردیم؟ نماز صحیح، اما نماز صحیح 2 دسته میشه. نماز قبول شده، نماز مردود. خیلی عجیبه، آدم زحمت بکشه نمازش صحیح باشد ولی مورد قبول واقع نشه. چه کنیم که نمازمون قبول بشه؟ عوامل قبولی نماز چیه؟ اما از اون طرف عوامل مردود شدن نماز چیه؟ تو رفع الاشیاء از دادها. خب الان برید این برای آدم خیلی ایجاد انگیزه میکنه. الان خیلی افراد نماز میخونن، قرآن چی میگه؟ میگه جهنم برید شما. به کی میگه؟ ویل للمصلین. نمیگی مگه؟ ولی منظور مصلی به کی میگن؟ یعنی کسی نمازش رو صحیح خونده و الا اگر نمازش رو صحیح نخونده باشه دیگه مصلی بهش نمیگه. ویل للمصلین دیگه تویی که نماز صحیح خوندی بری تو جهنم. ویل للمصلین. یه سوال میگه خدایا تارک الصلات هم بری جهنم؟ من نماز خودم برم جهنم. خدا میگه من هر نماز خونی رو وعده بهشت نمیدم. اون نماز خونی که نمازش قبول شده باشه وارد بهشت میشه، اما نماز خونی که نمازش قبول همونجا گفتم ویل للمصلین میگه الذین. پس ما 2 جو جهنمی داریم. خیلی خوبه. یه درجه جهنمی تارک الصلاته. میگه بهشتی ها از بعضی جهنمی ها که ما سلککم فی سقر. چه عامل باعث شده که شما اهل اولی سوال میگه لم نکن من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. اما یه عده میبینیم که پیشانیش مهر گرفته، سالیان سال اهل مسجد جمعه و جماعت بوده، اینم داره میره جهنم. چون خدا گفت ویل للمصلین. میگه شما چطور؟ الذین. کدوم نماز خونه اهل جهنمن؟ بله اون آیاتی بیشتر داره. پس بنابراین سوال دوم اینه که چی کار کنیم نماز صحیح ما قبول در خانه خدا بشه. پس بنابراین اگر روای پیغمبر الصلاة و قربان و کله هم پوشتش میگه تقی، پس یک عاملش تقوا میشه. انشاءالله میرسیم. الصلاة و قربان و کله میگه الصلاة و قربان و کل مصلی. هر کسی نماز بخونه نماز موجب چی میشه؟ تقرب میشه. نه قربان و کل تقیه. یا الصلاة معراج آدم مؤمن. به این نایی میخونیم که باید دقت نداریم. پس یه عامل قبولی چیه؟ ایمان واقعیه. یه عده نماز میخونن اما مؤمن نیست. یه عامل داره خط میده با آدم. الصلاة قربان و کل تقیه، الصلاة معراج. یا پیغمبر فرمود الصلاة عمود دین. اما کدام نمازی عمود دینه؟ کسی که دیندار باشه، مصلی که اهل دین باشد. درست شد؟ یک جمله دیگر بعد اون روایت زیاد شنیدید. فرمود فردای قیامت اول چیزی که سوال میشه نماز است. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. پس معلومه که خیلی محوریه نماز.
خب پس چه نمازی قبول میشه چه نمازی قبول نمیشه. یا به تعبیر دیگر عوامل قبولی و عوامل مردودی نماز کدوم؟ از نگاه آیات و سوال سوم، نشانه های قبول نماز چیه؟ درست شد؟ من پیش خودم یه الحمدلله اول وقت که نماز خوندم، جماعتم که خوندم، انشاءالله مؤمنم که هستم، اهل تقوا هم هستم، پس نماز من خیر. قرآن میفرماید که نمازهای قبول شده نشانه داره. مرحله سوم، نشانه های قبولی نماز کدوم؟ امام صادق تو روایت انشاءالله بعدا مفصل میفرماید من احب ان یعلم اقبل الصلاة ام لم تقبل. به این مرحله سوم، کسی که مشتاق بدون نمازش قبول شد یا نمازش قبول نشد، میگه فلینظر، باید نگاه بکنه. نگاه بکنه به چی؟ نگاه بکند به نشانه های قبولی نماز. درست شد؟ یه نشانه شو قرآن میگه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. طرف سلام نماز دادا هنوز تقریب شروع نکرده، با بغل دستی داره درباره فلانی صحبت میکنه. این بابا پس عرق نماز خوش بشه، سر سجاده بله سلام نماز داره غیبت دیگری میکنی. بس معلوم است این نماز من نماز نیست. چرا؟ ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. آیا غیبت منکر هست یا نیست؟ تهمت منکر هست یا نیست؟ نمامی و سخنچینی منکر هست یا نیست؟ درست شد؟ پس نشانه های قبولی نماز. 4 حالا طرف جوونه دیگه، آج آقا من نمازمو صحیح خوندم، سعی کردم چیزهایی که موجب قبول شدن نماز بشن انجام بدم، اما این نماز چه اثری داره، چه فایده‌ای به حال من داره؟ اینجا سوال 4 آثار و برکات نماز مطرح میشه. بله، آثار و برکات. بله، قرآن یه عده قوم صالح و عابد رو نام میبره، میگه و بعدش جماعتی آمدن که بله اضاعوا الصلاة، نماز رو چا کردن؟ ضایع کردن. دقت کردید؟ کلا نسلی اومدن که نماز رو ضایع کردن. میگه جامعه ساده شده جامعه فاسد، جامعه ساده شده جامعه فاسد. بعد میگی یکی از آثار و برکات نماز چیه؟ اصلاح جامعه است. بله، اصلاح جامعه است. چنانچه تو روایت داریم یک نفر بی نماز تو خونه باشه برکت رو از اون خونه میگیره. تارک الصلاة. پس 4 تا سوال میگیم کدام نمازی است که بینی شیطان رو به خاک میمانه؟ کدام تسبیح هست که بر تسلیح غلبه دارد؟ کی تسبیحات غلبه بر تسلیحات پیدا میکنه؟ میگه مظهر تسبیحات نمازه. اما 4 تا سوال رو باید جواب. هر نمازی بینی شیطان رو به خاک نمیماند. 1 نمازی که صحیح باشد. 2 نمازی که قبول شده باشه. اینا همه قبل از نماز ها. 3 نشانه های قبولی نماز رو هم داشته باشه. 4 آثار و برکات نماز رو هم درک کرده باشه. و الا تا آدم
آثار یک عمل رو نبینه، لذت اون عمل رو نمیچشه. این 4 تا سوال. من اینجا نوشتم سوال اول رو آقایون تو رساله های عملیه جوابشون دادن. دقت کردید؟ اینجا میتونیم جوان رو ترغیب کنیم به تقلید. میگه اگر مرجع تقلید داری برو تو رساله های عملیه. مقدمات نماز چند تاست؟ تو رساله های عملیه نوشته. طهارات چند تاست؟ نجاسات چند تاست؟ واجبات وضو چند تاست؟ دقت کردید؟ اینا تو واجبات نماز چند تاست؟ مبطلات نماز. اینا تو رساله های عملیه است. این وظیفه علم فقه. اما سوال دوم، سوم و چهارم اینا وظیفش علم کلامه، وظیفه علم اخلاقه که پاسخ این سوالات رو بدهند. ما انشاءالله برای جلسه آینده در رابطه با عوامل قبولی نماز با هم به گفتگو بنشینیم. خدایا به آخرین نماز امام زمان قسم می‌دهیم ما را هم اهل قبله و نماز قرار بده. خدایا در نسل ما تا قیام قیامت تارک نماز قرار نده. خدایا خودمون به فرزند